مهم نیست چه اتومبیلی دارید، هر اتومبیلی دارید اگر به دمای آب توجه نکنید نتیجهش ممکنه اینقدر با هزینه سنگین همراه بشه. هایمای S7 ماشین یه ایرادی توی بخش رادیاتور داشته، تشریف بیار جلوتر. یه نشتی آب از این قسمت داشته و توجهی نشده نسبت به آب کم کردن موتور دماش میره بالا و سرسیلن از وسط اینقدر که دما رفته بالا واشر سوخته، احتمالاً سیلندر هم تابیده و یه خسارات سنگین به این خودرو زده. اینقدر حالا بی توجهی شده که سر داخل محفظه احتراق کلن آب، هر 4 تا پیستون هم سرش آب. این موتور توی این حالت باید تعمیر اساسی بشه و خسارت، حجم خسارت خیلی سنگینه. یکی از دلایل عمده این ایراد هم عدم توجه به مایع خنک کننده و کولانته. نگاه کنید قسمت شلنگایی که ما جدا کردیم، آب معمولی توی این خودرو بوده، جرم همه جای موتور وجود داره و موتور در نهایت به طور کامل از بین رفته.